بهترین روز برای جوانان این روزی است که یعنی انسان دو تن، یک مرد و یک زن، یک جای شدن است. عزیزان من، این بهترین انشاءالله نعمت که تمام جوان و پسرها، تمام جوان دخترها این آرزو را دارند که انشاءالله به یک ساعت معینی با وصال یکدیگر رسیدن با واسطه نکاح. عزیزان من، انشاءالله این یک خوشبختی انسان در این دنیا است. الله سبحانه و تعالی البته این دو نوجوان بخت و سعادت و محبت حقیقی، مثل محبتی که آدم و حوا، مثل محبتی که بین یوسف و زلیخا، و مثل محبتی که بین محمد مصطفی و خدیجه کبرا، و مثل محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه زهرا پیدا کرده بود، الله سبحانه و تعالی بین آنها پیدا نماید. در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیب خودش الله سبحانه و تعالی الها کرامت نماید و چنین روزی خرسندی و شادی را الله سبحانه و تعالی به کل خاندان ما الها نصیب بدارد. و یک انشاءالله غزل زیرین سخن خدا آزاد آغاز میکنیم و چندین سخن درباره انشاءالله این داماد و عروس با شما عزیزان انشاءالله هم صحبت میشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای دل دم بیدار شو، مستی مکن هوشیار شو. ای دل دم بیدار شو، مستی مکن هوشیار شو. با اهل ایمان یار شو، رفتند و ما هم می رویم. با اهل ایمان یار شو، رفتند و ما هم می رویم. در دل بی گفتم در سحر، ای از قیامت به خبر. در دل بی گفتم در سحر، ای از قیامت به خبر. برخیز و بر عالم نگر، رفتند و ما هم می رویم. برخیز و بر عالم نگر، رفتند و ما هم می رویم. برخیز در وقتی نماز، رکن بر جانی بی نیاز. برخیز و بر وقتی نماز، رکن بر جانی بی نیاز. عذر گناهانت بیساز، رفتند و ما هم می رویم. عذر گناهانت بیساز، رفتند و ما هم می رویم. چندین جوانی نازنین، خفتند زیر زمین. چندین جوانی نازنین، خفتند زیر زمین. باور نداری رو ببین، رفتند و ما هم می رویم. باور نداری رو ببین، رفتند و ما هم می رویم. رفتند و ما هم می رویم. ای دل دم بیدار شو، مستی مکن هوشیار شو. با اهل ایمان یار شو، رفتند و ما هم می رویم. با اهل ایمان یار شو، رفتند و ما هم می رویم. رفتند و ما هم می رویم. البته عزیزان من، چندین جوانا در سین 15 و 12 و 18 و 20 و 30 و 40
انشاءالله از این دنیا می روند. تکیه به مال دنیا نکن، تکیه به جوانیت نکن، تکیه به الله بکن و طاعت و عبادت پیش کن. عزیزی من، عمر رفته است. فقط خدا از این جوانیت می پرسد. روز قیامت الله سبحانه و تعالی ما و شما جوانا را از جوانی می پرسید است که 20 سال و 30 سال و 40 سال و یعنی تا 40 سالگی جوانی است. عزیزانی من، این عمر دادم و این عمر در کجا صرف کردی؟ در راه طاعت کردی، در راه شیطان کردی، در عرق خوری کردی، زناگری کردی، دزدی کردی، قماربازی کردی، فالبینی کردی، در کدام ره سرش کردی؟ از در پیش الله جواب میتیاری. محکمه سود الهی. نه عزیزی من، از این عمرکای جوانیت غنیمت دونو. در این عمری جوانیت طاعت، عبادت الله سبحانه و تعالی را بشناس و پیروی دین اسلام عزیز و پیروی شریعت محمدی مصطفی صلی الله علیه و سلم بگردان که عاقبتت وای است. از مالت نمی پرسد خدا، از زنت نمی پرسد، از فرزندت نمی پرسد، از چیز و چارت، از ماشین و خانه زیبات نمی پرسد، فقط از عبادت می پرسد. روزی محشر که جانگداز بود، اولی پرسش از نماز بود. عزیزی من، ای بچه که خوب، ای دختری که خوب، به خود بیا تا که انشاءالله طاعت و عبادت الهی از دست نتی. چندین جوانا را ما امروز جنازش میخوانیم، چندین جوانایی که بیام آرزو داشتن که انشاءالله این خانه دار شوند، آرزو داشتن که انشاءالله نماز خونن، طاعت کنن، عبادت کنن، لکن الله فرصت نمیتید. عزیزی من، وقتی که آیت استعیذ بالله اذا جاء اجلکم ولا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، خدا میگه وقتی که مرگ شما را فرا گرفت، 1 ساعت پیشم کرده نمی شود، 1 ساعت عقیبم کرده نمی شود. نمی پرسد که از تو زن گرفت دادیمی، خانه کرده سا دادیمی، دختر تا زن می دادگی بدی، ماشین جیب می خریدگی بدیمی، یا در شهرها کتیج می کردگی بدیمی. در کجای باشی یدرکم الموت، اجل البته شما را می آبد. برای جوانای عزیز، جوانی تا غنیمت دو، رو به طاعت بیار، رو به عبادت بیار، رو به انشاءالله الله شناسی بیار. جوانای طایی به خدا دوست می دارد. عزیزانی من، کدام جوانی که پیغمبر گفتن در جوانیش توبه کند، رای فساد نگیرد، زنا نکند، عرق نخورد، دزدی و کاری یعنی فساد نکند، و با همراهی من مثل انگشتاش گفت در جنت است. خدا خیر انشاءالله شما فقط در جنت با همراهی پیغمبر علیه السلام، با همراهی ابابکر و عمر و علی و عثمان انشاءالله خدا خیر یک جای میشین. عزیزان من، برای این جوانای عزیز خدا خیر، جوانای خوب، ما شما را دوست می‌داریم. شما انشاءالله دوستی ما هستی، شما انشاءالله خدا خواهد دوستی الله هستی، دوستی انشاءالله خدا خواهد محمد صلی الله علیه و سلم هستی. به امید شما پیغمبر شما را دعا کرده برفت که در آینده امتای من به طاعت به عبادت می آیند، امتای من در آخر زمان گناه نمی کنند و رو به سوی خدا طاعت و عبادت می آرند. الحمدلله امروز بهترین دست است. عزیزان من، به طفیل جناب عالی عادلی جناب خدا خیر انشاءالله عالی، الحمدلله امروز اکثر جوانا از عرق خوری و از تویهای فساد امروز الحمدلله رو گردانده سادیان و پدرکاش باور میکنه نصیحت داشت این پدر جان بیار یک انشاءالله عالمه با ما صحبت کند، امر و معروف نهی از منکر کند، از عرق و از این فساد چی فایده؟ الحمدلله امروز جوانا شما جوانای بهترین شده، جواناش ده که امروز پدراتون مادراتون انشاءالله رای خوب رای حق نشان میده و آن پول مالی که یافته میآیه برای ثواب برای ذخیره آخرت تو کار میفرمه. این بخت انشاءالله خدا خواهد امروزه حیاتی ما شماست. الحمدلله عزیزانی من یک چند نصیحت برای انشاءالله داماد و عروس میکنم. عزیزانی من، البته داماد و عروسی امروزه انشاءالله خدا خواهد این بخناکترین شخص به حساب می روند که پدر و مادر این چند روز چند ساعت بود که چند وقت ها بود
که انشاءالله توی میکنم و در توی انشاءالله خداخواد امر و معروف نهی منکر میکنم تا که سرچشمه حیات بچه و این دختری من با خوبی انجام دهد. الحمدلله امروز به مقصدش رسید انشاءالله. این ساعت ها خدا ما را تنی سیاد داد، دل بیغم داد که با شما عزیزان هم صحبت شدنم. پیغمبر علیه السلام حضرت علی روایت میکنن این انشاءالله خدا خواهد حدیث. یک روز میگد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم یک میگد زن آمد گفت میخواهم که به مرد به شوهر برایم. از رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی پرسید که آرزوی من گفت چی است؟ یعنی یک شوهر کردن است. همه آرزوی دخترها انشاءالله بسینی که 17 و 18 میدرایند یک آرزو دارند، یا اینکه بچه ها رن یک آرزو دارن. آرزوشون هم چی است؟ یک جای شدن و آیله برپا کردن و این بخت پدر و مادر است. عزیز من اینا با دخترک بسیار نازک است عزیزان. دختر میگن مثل یک گل است عزیزان من. این گل بی نهایت احتیاط کنیم. باور میکنین خدا خواهد انشاءالله حالی دختردار میدوند، این بچه دار نمی دختردار. باور میکنی دختردارا از درونش خون میروند تا اینکه دخترش احسن امان سین 18 دراید و به یک خاندان سپاریدن چقدر شبها خوابش نمیبرد. عزیزی من همین زن میگد پیشی پیغمبر اومد گفت که پیغمبر علیه السلام همین بگو. رسول الله میگد تبسم کرد خندید گفت که خوب شد. گفت دخترم گفت من با تو یک چند حق شوهره که بالای تست گفت بیان میکنم. گفت یکی همین عزیزانی من کدام حقا گفت بالای یعنی زن است همینه برای من بیان که گفت محمد صلی الله علیه وسلم. یکم گفت تو گفت باید که شوهرت نرنجانی. عزیزانی من اگر گفت تو شوهرت رنجانی خدا سبحانه و تعالی گفت از تو دور میشود. عزیزی من ببینید حتی اینکه نمازهای تو را طاعت و عبادت الله قبول نمیکند. گفت کدام زنی که انشاءالله خدا خواهد زبانش مثل یک مار است برای رنجاندن شوهرش حرکت میکند انشاءالله الله ایاد نبرارد که الله سبحانه و تعالی یعنی طاعت عبادت نمازاش الله سبحانه و تعالی قبول نمیکند. برای همین انشاءالله زنهای عزیز صدایی که من میشنوین انشاءالله شما کار کنین که شوهرات از شما ناراضی نباشد. کار کنین که انشاءالله خدا خواهد یعنی بهترین سخن بهترین گپی سخن شیرین برای شوهرات گوییم. باور میکنه من زنها را میدونم یعنی بردهای بیگانند بسیار خوش چقچق هستند، بسیار لوز شیرین دارند، بسیار گپای خوب میزند، نه که نزد خانش در یعنی به شوهرش میشیند یک گپی خوب ندارد بلکه کم بودگیست. لیکن اکثر شکایت ها امروز میشود که میگه شوهرها میگن بسیار زنهامو میرنجونمو. باور میکنن این زبان لختی گوشت است عزیزی من، لیکن دنیا را ویرون میکند. در وقتی غضب میگه زبان را نیکو نگهدار که در وقتی غضب ها زبان میشود مار. باور میکنین در وقتی غضبت که اومد زبان انشاءالله مثل انشاءالله مار میشود. برای همین خواهرای عزیز شوهرکاتون انشاءالله حرمت کنین، دل اینها را انشاءالله یابین. اینا پیش شما مهمان هستند. حتی فرشته ها حورهای جنت میگفتن که ای زن این شوهر در پیش تو 2-3 روز مهمان است، روز نزد ما میآید ترا ترک میکند. انشاءالله این شوهرای خوبه انشاءالله زنهای یعنی حورهای جنت منتظر هستند، انتظار هستند. عزیزی من خواهری جان انشاءالله خدا خواهد. دویم میگد زن به اجازت شوهر باید کوچه نبراید. گفت پیامبر علیه السلام گفتن که بگو گفتن همین زنها را به اجازت شوهرش کوچه نبراید. باید که برمدن کوچه شما مرکه رفتن زنها به یگان جای و به یگان شهر و دهات برازگی عزیز من شوهر است. پیامبر علیه السلام میگن که اگر کدام زنی که به اجازت شوهرش میگد کوچه براید تا برگشته اومدنش لعنت فرشته ها لعنت الله سبحانه و تعالی بالای همون زن میبارد. عزیزانی من انشاءالله
هر یک قدمی که میگفتن پیغمبر اسلام گفت میماند گناه نیسته میشد بجای ثواب. همون کدایی که میرد 1 کیلومتر میرد 2 کیلومتر میرود تا برگشته اومدنش به اجازت شوهرش گناه نیسته میشد بجای ثواب و بجای خدا خواهد انشاءالله نیکی ها. از الله اسمان بترس. دائم باید شوهرت بدوند تو در کجا باشی. یک جوان میگد من خانه اومد و میگد پاسپورتم در کار شد، میام میگد زن نیست، این طرف هم میکابم اون طرف هم میگم کجا رفتگی باشد. میگد چی عصبی ها چی شیطان برای من وسواس کرد. اگر همون لحظه میگود میبود میگد یا زده یا جاش مهیم میکردم یا که یک گفی نادرست از دهنم میبوند. بینین عزیزان من، برای شما خدا خواهد خواهرای عزیز دخترای عزیز انشاءالله کجای میبراین البته انشاءالله شوهراتون آگاهتین. شوهراتون بگین که من فلان جا میرم ثواب میگیری انشاءالله هر یک قدمی میمونی. اگر نپرسی برعکس این انشاءالله خدا خواهد گناه میگیری. سیوم گفت باید که گفت بس شوهرش سخنی بد نگوید. عزیزانی من انشاءالله شوهراتون انشاءالله سخنی بد سخنی نادرست نگوید. روز قیامت گفت کدام زنی که با زبان شوهرش آزار میتید عزیزانی من پیغمبر علیه السلام گفتن روز قیامت از زبانش در دوزخ یعنی کشالش میکنن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم شبی معراج یعنی برمدند یعنی دوزخ الله سبحانه و تعالی برای محمد تماشا داد. چی جنت تماشاش دادن. یک جا رفتن که یک زن از زبانش آویزان است. گفتن یا برادر جبرائیل این گفتن این زن کدام وظیفه داشت؟ گفتن این زن همچنان بود که به زبانش گفت شوهرش آزار میداد. عزیزانی من ببینید تا چی اندازه انشاءالله خدا از زبانش آویخته می شود. این سختترین عذاب است عزیزی من انشاءالله. یک زبانتون امروز یک میده یک زخمک براید چقدر عذاب میکشی. نه افقات خورده میتونی نه طعام خورده میتونی نه سخن کرده میتونی. عزیزی من وقتی که یک دهنک در کند هیچی دنیا نمیفارد. روز قیامت از زبانت کشالت میکنه. اگر شوهرت با زبانت آزاردی با زبان شوهرت انشاءالله بدگویی باشی با زبان شوهرت غیبت کنی با زبان شوهرت تهمت کنی با زبان شوهرت سخنهای درشت و قبیح اجرا کنی. از الله سبحانه و تعالی بترس. چندین انشاءالله حکایه ها هست چندین شکایت ها هست عزیزان من از روی زنهایی که امروز یعنی بد سخن هستن لفظی شیرین ندارن زبانی شیرین ندارن و شوهراش آزار میتن. حتی بعض زنها میگفتست که ای مرد من از تو چی دیدم؟ تو مرد چیده برای من چی کار کردی؟ تو مرد چیده من چی خوراندی چی پوشاندی چی کار کردی؟ میگفت است عزیزی من کدام زنی که اگر به این سخن میگد به زبانش شوهر آزارتید 70 ساله طاعت عبادت چه الله بیکار میکند. نگوش برای چی قدر این حکم است. مقصد یعنی انشاءالله یعنی پادشاه خونه همین شوهر است. وقتی که تو تا در خانه تو بودی پادشاه شما کی بود؟ پدر و مادر بود. وقتی که از خانه انشاءالله برمدی خانه اینجا اومدی اکنون پریزیدنت اینجا کی است؟ انشاءالله خدا خواهد شوهرت است. به اجازت شوهرت نمیتونی انشاءالله خدا خواهد یگان کار کنی یگان کنترل کنی یگان کار ناجو کنی انشاءالله خدا خواهد. گفتن یکی دیگرش گفتن باید گفتن زن شوهر مالی شوهرش ندزد. عزیزانی من میشنم در جامعه ها بعض زنها مالای شوهراش میدزدیده است. عزیزی من این دزدی حرام است. نخواه که در یک بالی سرمونی و با مالی شوهرت بدزدی. به اجازت شوهرت انشاءالله مال شوهرت صرف کنی حرام است. عزیزی من حتی از خانه میگد پیغمبر علیه السلام یگان چیز داده نمیتونه زن اگر مبادا بتید باید شوهرش راضی باشد. الا میگد گناه در بالای زن نوشته میشود. به اجازت زنت شوهرت نمیتونی یک چیز بتی. عزیزی من خواهری جان باور میکنه من میشنوم بسیارش دزدی میکردیم شوهر مالش از خدا نمیترسی و بیچاره شوهر تابگان
در آفتابای گرم در سرماهای این روسیه کار میکنه که زندگی بچه ها من نصب کنم، زندگی می آیله من نصب کنم، تا به ناانصاف بیایو با پول و مالی شوهر تا بدزی. این کجاش انصاف است عزیزی من؟ نکنین این کار خدا خواهد انشاءالله. دزدی حرام است عزیزان انشاءالله. دزدی در اسلام عزیز مالی کس گرفتنش حرام است. اگر مالی کس قیمتش بگیری 10 درهم شرعی باشد دست شریعت میبرد. اگر شریعت اسلامی جاری باشد کدام دزده که مال مردم میدزد عزیزی من، دنیای مردم میدزد دستش بریده میشد نزد شریعت. امروز قانون شریعت نیست کن با این دولت هم عادل است با شما را میتید، لیکن روز قیامت جزات میگیری. آن مالهایی که دزدیدی فروختی، آن مالهایی که دزدیدی چی جوان هم هستین بچه های عزیز، مالهای شخصا را ندزدین. از الله بترس خدا خواهد انشاءالله. یک سومه که میگیری و دزدی است. بسیاری من بچه های رسینده بیچاره ها رو بلگلکه میدادش، یگان اره میدادست، دزدیده میاری. همون صاحبش ناراضی باشد و برای تو حرام است. گشته سفر رفتی همون خانه رفته بگو همون وای پتروف ایمی وای عروس ایمی دیگر ایمی. البته روز قیامت همین کافران بالای مسلمان ها دعوا میکرد است که در دنیا دونسته جنایت کرد، دونسته و مالی مرا دزدید، آخی میاری بکدم خاطر در خانت و میمونی و اره میکنی یا بکدم خاطر اون چیزی کار میفرمی. از الله بترس خدا خواهد انشاءالله. هرگز دوز نشو، هرگز. با زنی که دوز باشد عیب است، شرمندگی است که زنی که دوز باشد مالی شوهری خودش دوز کند. مثال گیره من زن ما باری کلا خانه داده گیم که 2 سال و 3 سال سفر کنم و وای خانه و تله و تاراج کند. وای زن نیست، وای دشمنی اساسی مرد است. از خدا نمیترسی بیچاره مردت شب و روز در اونجا خدا خواهد چی خنقا چی سرماها چی عذابها که تی پل یوا و تو بیا اینجا بربادشتی. از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد. غمی شوهر تخوری انشاءالله خدا خواهد. تو غمی شوهر تا نخوری کی نخورد؟ گو کی در کار از شوهری تو؟ خدا برای تو یعنی حلال کرده همون شوهر تا حرمت چه عزت چه عزیزی من خدا خواهد دختری من انشاءالله بجا بیار. حتی این که میگد کدام زنی که دوز باشد مبادا خیر و صدقات کند الله سبحانه و تعالی قبولش نمیکند و برای زن در نامه اعمالش گناه نیسته میشد بجای ثواب. میتواند زنم انشاءالله خیر احسان کند، نیکی به اجازت شوهرش انشاءالله باید که خیر احسان کند. از الله بترسد انشاءالله. یکی دیگری میگد با شوهرش جنجال نکند. عزیزی من، زنهای عزیز، شما با زنها تو جنجال نکنین. وقتی که شما جنجال میکنین از خاندان شما برکات میرود. این برکات هم در دست ما و شما است. عزیزی من، الله سبحانه و تعالی برای ما و شما عمر و زندگی داد. همه زندگی ها را با خوبی اگر انجام دهیم در خاندان ما و شما برکات می شود. اگر در خاندان ما جنگ و جدال و غم و غربت باشد در او خاندان برکات نیست. عزیزی من، برکه نمیشاد، برکه میپرد. باید که انشاءالله شما جنگ نکنه، جنجال نکنه. این خانه زندگی به کمبودی نیست. هر شب میگه در آسمان ستاره نیست. عزیزی من، زندگی به کم و کوس نمیشود. گاه ها آش میخوری، گاه ها شوربا میخوری، گاه ها نان میخوری، گاه ها روزا گشنه میمونی. یک تاریخ خدا خواهد دنیا را نظر کن باباهامو چیکارا کردگی. برای مگد یک بریده نان ستومی خونش دخترش تمام مال و ماشینش دادگی که بچه یکان گشنه نموند. این زندگی همین خیلی صبر میکنی، طاقت میکنی. صبر و طاقت نکنی تیز و ایران میشوی. باعث همه جنجالات چی است؟ کمبودی خانه است. میگه که نان نآوردی یا که افکار نآوردی یا گوش نآوردی فلان نآوردی، همین باگبی خوب با لوز شیرین بگو مردک جان شمیتیت خدا خواهد انشاءالله. باور بکن اگر لوز شیرین که مرمت خودمت مردک جان
همین روز گوش نداریم گو خدا کرد 1 کیلو نه 2 کیلو میگیرد. وقتی که نصره نشه رسا کردی و ایرون کردی میخردگی هم باشد یا گوشت سخت میخرد که دندانش نگذارد یا که میوه میارده باشد نمیارد. همین خلاص خصلت مرد باید لوز زن شیرین داشته باشد، مثل صحابه ها را زنهاش بینن، مثل پیغمبر نازنین محمد علیه السلام ابی عایشه که تیمیشیش میگفت عایشه از کجای همین پیاله چای خورده که من از اونجا چای خورم لبام بمونم. بینین همچنان گبای شیرین میزدن، همچنان خدا خواهد که هرگز هیچی نداشت. پیغمبر مثل ما شما 1 تان گندم و 1 تان گیم که انشاءالله گیم که میلیون پلو چیزو چاره نداشت، 10 بک لشکر روغن نداشت، هیچی نداشت، لیکی زندگی خوب داشت، حیات شیرین داشت که نه دوله نشد پیغمبر بیانی 11 و 13 زن، نه دوله نمیشد، نه تشویش زندگی را میکرد، نه تشویر روزگار را میکرد. سبب چی؟ زنها خوب بودن. باور میکنن عایشه صدیقه میگد 7 ها میشد دیگام و روغن نمیدید، صبر میکنن تا که 1 بار از بالای محمد در دنیا شکایت نکردن. الحمدلله من چنان زنهای خوب، چنان زنهای بهترین. امروز خدا کرد اگر زن 2 روز گیش نموند خدا خواهد کوچه اومده داد میگد ای مرد بیغیرته، این مرد فلانه پیستانه. ای باور میکنیم امروز همه قدر سیری پری با آدمون ندوال نیم، با آدم ها انشاءالله شکرگزار نیست. این ناز و نعمت بینه آدم نیست بخرد، این ناز و نعمت بین همین دبان ندوال نیستیم ما شما. شکر که انشاءالله خدا خواهد. و دوره های پیغمبر علیه السلام بین صفیه مادر مونه 20 خرما کتی نکاح کرده گرفتاریان. امروز دختری تو میخواهد که خدا خواهد 2 کورپا کتی بتیش خود چه میکشد. یک زن روایت میگد که دخترم گفته است که اگر من در سیروان نخری، من در دیوان نخری، من شوم نمیکنم. بینین تا چه اندازه که در 20 میلیون و 100 میلیون امروز توی داری با ندوال نی. پیغمبر علیه السلام کورپاش میدانی 1 چرم بود، از درونش پری پوست خرما بود. عزیزی من حتی نقش بوری هایی که ما شما امروز گم شد الحمدلله. بوریا پیش همه خانه در بوریا میشتین، کودکی ها مونده، همه بوریا گم شد. پیغمبر علیه السلام جاگش بوریا بود، حتی نقش بوریا در بدنش میگذشت. حضرت عمر درمد دید که نقش بوریا در بدنش گذشت، گفت ای گفت محمد گفت پاشه های روم بین، این پاشه های گفت یعنی فارس بی همش در بالای بخمل و کورپا خواب است، شما گفت برای چی قدر خود ظلم میکنین؟ چون که گفتن من دنیا را اختیار نکردم، من آخرت اختیار کردم. اگر من دنیا را میخواستم همین صفا و مروه خدا به من طلا کرده میداد. بینین به همون قدر کمبودی ها صبر میکردن، طاقت میکردن. حیات شیرین 63 سال پیغمبر علیه السلام حیات بسر بودن، با صبر با طاقت. ما هم بچه های عزیز، دختر های عزیز با صبر باشین، با طاقت باشین. امروز باور که کسی که از این حیات می نالد و کور می شود، از این حیاتی که من آشخور نیست، من آشخور نیست، نونخور نیست. باور میکنی من 15 سال پیش به یادم میارم، اکثر مستفیدا میدونن 15 سال پیش با کوکوروز توی میکردیم. کوکوروز از کنیم کوکوروز نشد، 5 سال نو ازبکستان مستقلیت شدگیش نه، حتی که پرزیدنت پیشینه میگفت صبر کنه، صبر میکنه، حیات در پیش از خدا خواست. با کوکوروز با 2 تا همسایش توی ختنش زندگی آدم هست، 1 ملا را میبود 2 تا. امروز الحمدلله به عدد شکر که با همون دوری پیش گشتیم، این قدر ناز و نعمت، این قدر چیز شکرانه که خدا خواهد انشاءالله. شکرانی نعمتت افسون کند، کفرانی نعمت از کفت بیرون کند. باور میکنی خدا خواهد 1 لباس امروز هر 1 تا 100 دانگی لباس داری، خانهات با ناشکری میکنیم، با ما شما شکایت میکنیم. نکن شکایت انشاءالله. پیش پیغمبر علیه السلام 1 مرد آمد گفت که یا رسول الله من هیچی ندارم، هر روز میخوام که پیش ما اومده شکایت کنم. زن میگه که نکو عیب است، نکو مردک جان این زنی خوبه بی، نگو شکایت نکو در یگان جا، نگو پیش پیغمبر علیه السلام رفته شکایت نکو. بینین
پیامبر گفتن که همون زن گفتن جنتی است. عزیزی من ببینید کدام زنی که خوب باشد، فرمان بردار، پارسا باشد انشاءالله، وای چی است خدا خواهد انشاءالله، وای بهترین نعمت است برای انسان. 4 تا سعادت بخش میشید است، 4 سعادت. یکیش میگه زنی صالحه داشته باشد، زنی خداترس، زنی نماز خون، زنی با تقوا، زنی انشاءالله با ایمان داشته باشد. عزیزی من چون که از این زیان نمیکنی، این زن هر مصیبتی که هر کاری که بالات میآید تو را تسکین میتید، میگد مرد جان صبر که خدا خواهد انشاءالله، شکر کنیم این همه ناز و نعمت ها است. یکی دیگر میگد همسایه خوب داشته شد. این بخت انسان همسایت خوب باشد. همسایه ناباب باور میکنی انشاءالله خدا خواهد تازه کلفتت میندازد. من یک همسایه ناباب داشتم، باور میکنین پدرم زنده بود خدا رحمتش کرگی باشه، آخر سوت نداد زمینی من دزدی گفت. باور میکنین در پیش سود یک کاغذ نیسته است. عزیزی من در او کاغذ باور میکنی نه مولای حرومخور مونده است نه مولای دیگر مونده است، کدام یک به عقل دشمن همون چیزا را یاد داده است. عزیزی من حتی اینکه پرکرار ناموس کرد، گفت که همین خواندنش عیب است. گفت داملا گفتیم همین بیا سری زمین بریم، سری زمین اومدم باور میکنن چین کردن، گفتن شرمندگی از داملا، وایم هی ساتیک منم هی ساتیک. عزیزی من خدا خواهد انشاءالله همسایه ناباب هرگز روزت نمیتید. امروز همسایه ناباب اومده است میگه شکایت دارن جوار مگور دارد، امروز خوش در هوشیار آب نیست، آب پرابلم، آب معما با همسایت بیان دمگت آب گذرنه جوارش گور کنه. ای خدا نمیترسی با خانت آب گذرد بخ نیست. خانه من که 3 کس آب میتید باور میکنن همه درخت ها مزه میکنن. اول من آب میتیم بعدمون برادر این خوب نیست. یک همسایه خوب دارم امروز الحمدلله، بهترین همسایه ها دارم. شکر کنم که همسایه خوبم انشاءالله با بتید و همسایه خانه را فروغ برفت دیگر همسایه گرفت الحمدلله. و همسایه خوب که امروز من راحت میکنم، باور میکنه همسایه های خوب دارم الحمدلله به عدد شکر. این همسایه خوبم یک سعادتمندی انسان بوده است. یکی دیگرش ماشین خوب داشته باشد عزیزی من، یا که اسبی خوب داشته باشد. این ماشین داری هم بخت است عزیزانی من. برای چی؟ یعنی راه دور شما را آسان نکند. از این نعمت ها همه تو استفاده بره. پول داریم انشاءالله خدا خواهد ماشینی خوب سوار شو، پول داریم لباسی خوب سوار شو، پول داریم خانه خوب ساز. این گناه نیست. گناه چی است عزیزانی من؟ گناه یعنی عرق خوردن است، زنا کردن است، دزدی کردن است، بینمازی است، فالبینی است. زنا این گناه نیست عزیزی من. لباس خوب پوشیدن و ماشینی خوب سوار شدن و خانه زیبا ساختن و زندگی خوب کردن این گناه نیست عزیزی من. زندگی های خوب کن، پول داریم خدا خواهد جیب سوار شو. خدا مبارکت کنه انشاءالله. خدا خواهد اسلام طرفدار خوبی است، طرفدار انشاءالله آبادی است. و یکی انشاءالله خدا خواهد انشاءالله یعنی دیگرش زمینی کشاد. همین زمین تم کشاد باشد بخت به دست عزیزانی من. کسانی که زمین کشاد دارد یک سعادتمندی همون شخص همین به دست. سبب چی؟ به ملال کارات کردن میگیری، به ملال انشاءالله خدا خواهد چیزات کردن میگیری. بینین عزیزی من انشاءالله خدا خواهد در اینجا خدا خواهد حضرت با حضور دارن، هوا هم خنک است انشاءالله، کمتر صحبت با خدا خواهد حضرت عبدالله میتیم انشاءالله. اینا هم یک چند نصیحت برای ما و شما جوانا برای انشاءالله خدا خواهد این عروس و داماد میکنن. عزیزانی من برای این سخن کنیم، سخن بسیار است، کمترش میگه شیرین است انشاءالله خدا خواهد. ساعتها گپ زنیم و لکن شما عمل نکنیم بیکار است. علم انسان میگیره به خاطر عمل کردن. همین علم خودش فرض است، با علم زکات دارد میگه در کتابا. همین زکاتی علم میگه چی است؟ یعنی عمل کردن است عزیزانی من. همین گرفتی همینه اکن از سحر عمل کن انشاءالله خدا خواهد. از سحر زندگیتون چکار کن این برید دمک این علم از زکات ادا میشه الا فقط پیش الله نه جواب میدی. این امر و معروف برای فقط ملاها نیست، شما هم هست که بعد اینجا خدا خواهد شب برای همسرت این سخنهای خوب برسون. بگو زنک امروز
داملا همچنان صحبت کردن این کارهای ما خطا بوده است، بیا منم فعل ما پرتام ترم فعل تا پرتا، بیا همچون اولین عروس کی خوبی می شود همچنان بیا گو زندگی کنیم، گو بیا همچنان انشاءالله حیات بسر بریم، گو انشاءالله خدا خواست این چیزا این همش کمبودی ها از سبب نفهمیدن است و بیچارا نمیدانند، شنیدگی نیستن، از کجا انشاءالله عمل کند. بگویش خدا خواهد با بعض جوانا زن شبات میفته است، تو برای ترسوندن میکنی، تو برای منفیت خود داری، نه این برای ترسوندن و منفیت خودش نیست، این برای چی است؟ این سخنی خدا و پیغمبر است. عزیزی من انشاءالله از الله بترس انشاءالله و عمل که شاید این دنیا و دنیا انشاءالله سربلند باشید. البته محترم جماعت خیلی سخنهای خوب، خیلی در حیات ما مونده در سوریدگی سخنها پروردگار مفتازه در حیات با هم خیلی وطنهای ما مونده در جمعیت اسلام خدمت کردن الله نصیب کنه. البته پروردگار در باره امر معروف همین خیلی وصف کرد. استعیذ بالله کنتم خیر امة تخرجون للناس تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. این بهترین امت چیده گفت الله عزوجل، این بهترین امت چیده ای بین شما همه خیلی انسان ها میبرید به نیکی ها دلالت کرده ای بدی ها باز میدارد و به پروردگار ایمان میارد. دمک برادرها در امر معروف شده است که جان گوش کردن ما و شما شرطه. سخن الله یاد گرفته انشاءالله هم مادی معنوی اگر بکنه نور بالای نور میشه. امر معروف استاد برای ما و شما کردند، برای ما و شما در حیاتم و در آخرتم روز قیامتم شرمنده نشیم. در حیاتم مثال بنده بابخش گفته روایت امر معروف دارن گوش کنیم انشاءالله خوب میشه. انا اولی پیامبر علیه السلام حیات چو گفتن این خیلی نعمت ها نبود. البته این چیزا منم تصدیق میکنم. سبب عایشه رضی الله عنها در کتاب مشکات یک حدیث شونه ما شب آل محمد من یومین متتابعین خبز شعیر. آل محمد میگن یعنی پیامبر علیه السلام آیلا شو 2 روز پی در پی ای نونی ارپا سیر نکرده میگن. دمک پروردگار ما و شما نعمت ها داد. پروردگار این خاطر جمعی ها این ناز و نعمت داد بندگی ما فراموش نکنیم. البته ما در دنیا برای بندگی آمدیم. بنده آمد از برای بندگی زندگی به بندگی شرمندگی. البته در حیات ما و شما اگر در زندگی ما بندگی ما نکنیم شرمندگی میگه. بندگی گفته اساسی عبادت حق الله در وقت ادا کردن. ما و شما در حیات دنیا در سنجش هستیم، در همین حیات بدیم دمک دونیم که ما در سنجش رفته هستیم. کدام انسان از دنیا رحلت کنه بعد همون انسان ای سنجش تمام گذشت، خواه نیک یا پلوس خواه مینوس. دمک ما حیات بدیم در سنجش بدیم بندگی فراموش نکنیم. سبب در باره غضب گفتن پیامبر علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و سلم اذا غضب احدکم و هو قائم فلیجلس و این غضب عنه و الا فلیسترجع. اگر یگان تا شما غضب کنه میگه پیامبر علیه السلام و حالا اینکه در حالت راستی باشه همون انسان بشینه اگر غضبش بره، اگر نشتگینم غضبش نروه یانباش کنه شاید غضب نکنه. سبب چی؟ در دیگر دوام میتین ان الغضب من الشیطان و ان الشیطان خلق من النار. البته غضب این ای شیطانه، شیطان ای الله خلق شدگیه. دمک ما و شما غضب ناک شدن بعد در رو چیکار کردن در کار شته سنت موافق. حتی در دیگه حدیثا فلیتوضع میگن طهارت کنن آب دشمن آلاب. همین غضب شدن بعد انسان فشارش برداشتن و طهارت کنه همون شیطان نصیبش ای بنده برمده میرفته. بی برادرها در حیات کبر نکرده میخونم آخی میکنم آخی گفته نه، بلکه
تواضع کرده بنده در حیات عبادتش کنه. سبب پروردگار بنده متواضع خاکسار را تعریف میکنه. فیه رجال یمشون فی الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در زمین همه خیلی انسان های متواضع خاکسار که در روی زمین آهسته آهسته قدم میمونند. در روی زمین کبر نمیکنند. اگر جاهلا و یا خطاب کنه تنجی خاطر جمعی بر شما باد گفته ندا میکنه. دیمک ما و شما در حیات بدیم، در حیات خاکساری فراموش نکنیم. متواضع یعنی بنده خچه پس دونسته حیات بره، همو بنده نزد مردم پروردگار آبرو میتیه. البته در حدیث پیامبر علیه السلام میگه کدام بنده خچه بلند اونم ای المرء المتکبر فی نفسی، کدام انسان در نفس خودش خچه بلند اونه و هو فی اعیون الناس صغیر، در نزد جمعیت و انسان خاره پسترین طبقه نه. کدام انسان خچه پستر دونسته خچه خاکسار کرده خچه پست دونه در نزد الله یعنی در نزد جمعیت الله عزیزی و یا بلند میکنه. سبب این کبر متکبری فقط صفت الله. کدام انسان میتونه که من فلان کار میکنم گفته همون کار، اگر الله قوتی امکانیتی هم میتونه. برای همین ما و شما متکبر نشیده کبر نکرده عبادت ها ما کنیم، بندگی ما کنیم. سبب حیات ما و شما در همین 4 روز 3 روز 4 روز حیات هستیم، سربلندی کرده متکبری کرده عبادت نکنیم، فردا ما و شما جبر میبینیم خلاص. پیامبر علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و سلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه ذره کبر. جنت داخل نمیشه در قلب انسان ذره با این کبر باشه. میگه کدام انسان عبادت نمیکنه یا دنگسه یا متکبر، امر الهی کنگوی میکنم یا اینکه فلان پیستان گفته چیکار میکنم تو توغری میگوی تو من با کار توغری دلالت کرده سی رحمت در جای گفتنش کبر میکرده که انسان. پیامبر علیه السلام چی میگن؟ هرگز جنت داخل نمیشه. در همین تفسیر حدیث علما کبر با مانند در همین کوچه های ما و شما چنگه به همین مانند اگر کبر کنه همین حدیث نوارین میشه. demek ای کبر دور شیم. در دام حدیث پیامبر علیه السلام پرسید یا رسول الله این رجل یکون یحب یکون ثوبه و نعله جمیل. یا رسول الله البته یک انسان لباسش و همه پای افضلش زیبا شدن دوست میداره. گفتم بعد پیامبر علیه السلام این الله جمیل یحب الجمال این الله طیب یحب الطیبه. پروردگار زیباست، زیباگی دوست میداره و پروردگار پاکی پاکی دوست میداره. کبر گفتم کبر الکبر بطر الحق و غمت الناس. کبر این حقیقت پوشیدن و ای انسان ها غضبناک شدن، انسان ها تهمت کردن. یعنی یک انسان حقیقت ما و شما نگوه برادر الله نه عبادت کن این حیات ما امتحان دستیم گفته ما و شما حقیقت نگوه این نمیشتگی گپای کی جنت دیده کی دوزخ دیده گفته حقیقت پوشیدن این کبره برادران. demek کبر ما و شما برای فهمیدن همه چیز ما و شما ده. کبرناک هستم می نیستم می گفتگی انسان نه علامتاشه. کبر در کدام انسان حی در کدام انسان نیست. البته علما اینا بیان کرده دادگی کدام انسان در یک منزل ذکر کرده می شود. فرض کنیم در یک مجلس ما و شما ذکر کردن، اگر ما در دل مخواهیم که در همون مجلس ما تعریف کنن من یک آب صاحب آب رو شوم، من مثال بردار کردن ما و شما اگر خواهیم این علامت کبر بده. علامت کبر نبودنش ما و شما در یک جا سخن کردن می ذکر کردن می ما و شما تعریف میکنن نمی پروا نداریم این کبر نبودنش علامت چه. یکی دیگهش در یک منزل ما و شما داخل شدیم ناگاه جای ما در همه خونه پایونش جایگیر شده، لیکن چی گفتم همه جای من بالا بود من بالا نشستم در کار بود. اینا خداش کی بدن که
ایمان در بالا گذاشتن. گفته اگر انسان در دلش گذرونه همین انسان هم متکبر بده. اگر متکبر نبودگی انسان دلالت میکرده همین هم جا هوای هم جا همش یک جا. گفته اگر همون جای شتگیش راضی شوه انسان علامت کبر نداشتهش دلالت میکنه. سبب این کبر این صفت الله فقط پروردگار میتونه یفعل ما یشاء. پروردگار خواهستگی کارش میکنه. کدام ما و شما خواهستگی کار ما کرده میتونیم؟ ما در این دنیا فقط جزئی اختیار داریم خلاص، کلی اختیار نداریم. انا کدام ما و شما میتونیم که در همین دنیا اومده سگی نه در مثال اروپا یا که در سعودی تولد نمیتونیم ما و شما ای همین دنیا اومدن در ما و شما تقدیرات ما به خواهش الله میشه و مردن هم به خواهش الله میشه و برای همین بنده فقط جزئی اختیارنده صاحب خلاص. جزئی اختیار بنده میخواه عمل ثواب کرده آخرت آباد کنه، گناه کرده آخرت خور کردن جزئی اختیار داره. تمام. انم بنده نمیتونه که مثال 100 سال 200 سال عمر دیدن در دست بنده نیست. برای همین بنده تواضع خاکسار حلیم شدن. پیامبر علیه السلام سید الاخلاق این بهترین خلق کاملیتش این خلق حلیمی خاکساری گفتن پیامبر علیه السلام. دیمه ما و شما یک انسان ما و شما دلالت کردن باید به حق به تغرگی خواب شده گفته گوش کنیم انشاءالله ما و شما منفعت میگیره. گفتیم این کبر پروردگاران خاصه. پیامبر علیه السلام چی میگن؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الله تعالی الكبرياء ردایی والعظمة الازار فمن نزعني واحدا منهما ادخلته النار. کبر این ردای منه، عظمت ایزار منه. کدام انسان ایمن یگان تین اگر کشیده مونه من اینه جهنم داخل میکنم. گوش کنیم. demek کبر این الله یک لباس بده، عظمت هم الله نه خاص چیز بده. خب پروردگار ای لباس به حاجت پاکه، لیکن پروردگار عزیزیش بینه. چواری پروردگار را بینه که پروردگار ما و شما میفهمیدگی مقام کتی خطاب کرده است بنده چشم تکشو. ما و شما میفهمیدگی درجه کتی پروردگار خطاب کرده است که بنده یعنی بندنده در حیات چی در کاره همه یک ایزار مثال یک شیم یک کرته یا یک سپرتیفکه به این انسان گشته نمیتونه. انسان در ضرور بدگی چیز همینه. همه حالت نم انسان ضرور بدگی چیز یک مثال عورت پناه میکردگی شیم لباس مثال. انسان هم میفهمیدگی انسان ضرور بدگی چیز که ای بنده تن چخل که همه چیز ضروره یعنی فقط برای تو خاصه گو و گسلند این چیز در کار نیست، فقط یعنی ویان این چیز در کار نیست، تن در کاریه همه کبر کتی یعنی عظمتی من در خاصه من در بدگی حدود یعنی من در بدگی چیزه ای من کشیده نمون که تو من در جهنم داخل میکنم. demek ما و شما کبر نکرده. بنده شده می بنده گفته خودش یک قول گفتگی. البته قول یک کسی نه اطاعت میکنه. اگر بنده همی بیاشش الله نه بندگی نکنه خواه نفس نه خواه شیطان نه قول میشه، خواه اینکه دیگه حالت نه یا خاطر قول میشه. باید گفته برای همین محترم جماعت الله نه بندگی کنیم. فقط الله نه بندگی کرده فراموش نکنیم که دنیای ما و شما سنجش دنیا هستیم. پروردگار نه خاص بدگی خصلت ها پروردگار نه. اگه بعضی خصلت های الله رحمانیه که آدم بنده رحمانی خچنه خاص کنه پروردگار رو دوست می‌داره. در حدیث پیامبر علیه السلام الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا فی الارض یرحمکم فی من فی السماء. رحمانا یعنی در روی زمین رحم دل بدگی انسان هانده پروردگار عالی رحم میکنه. یعنی در روی زمین چی که نباشد خواه مرچه خواه گوه انسان چی که نیست همه رحم میکنه. انسان رحمان رحم میکنه میگه. demek ما و شما این خیلی صفتای خوبی پروردگار را گرفته. پروردگار مثال در کاریم بعضی سوال ها میشود مثال پروردگار
نه ما شما در کاری بدگی چیز در حیات تطبیق کنین. ما و شما حدود در کتاب فقه الاکبر انده همه خیلی کلان سالا اعتقاد چون اعتقاد میکنه میگه. در همونجا مصنف سوال داده جواب میده. کلان سالا اعتقاد چه خیلی؟ پروردگار غفور و رحیمه، پروردگار مهربانه، پروردگار ما بندگی نامر کرد، ما بندگی میکنیم خلاص. پروردگار در گیجای، پروردگار چیکار کرده گفتگی سوال ها نمیتیم میگه. البته همین خیلی اعتقاد کرد در بندگی کرده گیرم انشالله. در حیات الله راضی میشتگی عمل ها کنیم انشالله ما و شما خوبه. این حیات ما و شما یک دو گذشته میرد. بعد که کدام انسان که سکرات الموت میشیده همون انسان افسوس میکرده تمام. هر یک انسان کنند برای خود کنند. برای همین پروردگار میپرسیم هر یک ما و شما در راه طغوری راه هدایت پروردگار ثابت قدم کنند. در دنیا و در آخرت در راه در صف این انسان های نجات یافتگی کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرآن کدام نشم یک قرآن میکنیم انشالله. استاد دعا میکنن بعد من مرحمت کردارای پیکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. مقبول تلاوت قرآن شنود حضرت رحمان جل جلاله، آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، اسماعیل ذبی الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، برهون جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، برهون جمعی گذشتگان این منزل و مکان، بیکسان بیچارگان دور افتادگان غریبان شهیدان، خصوصا همه اهل جماعت، همه اهل خاندان جمعی گذشتگی هاشون طریق رحمت شایسته جنت قبرهاشون پر نور آخرشون آباد بگردانید و آنچه ناز و نعمتهای خدا که این کادگان خانه پیر هستند خدا آنها به درگاه خود قبول نمای سایبان آخرت بگردانید. در این خاندان همیشه تینج آرامی خاطر جمیل تنسیتی فیض و برکات. همه اهل جمعیت و خاندان چه مقصد و چه آرزوها دارند قادینی است و خواه دنیایی به فضل و کرامت برآورده خیر بگردانید. و این دو نوجوانی که عقد نکاح شدند خدا اونا بین آنها محبت پیدا نمایی، در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیب خود الها کرامت نمایی و چنین روزی خرسندی و چنین روزی شادی را به کل خاندان ما نصیب بداری برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدلله الحمدلله الذي اطعمنا وسقنا مسلمین. جزاک الله خیرا کثیرا شکرانه واجب تعالی سلام سری هم دیگر دفعی بلا ما کم کردیم خدا زیاده بگردانیم. در این خاندان کسانی که خدمت دارند چه از پورها چه از قصابها چه از زنهایی که این ناز و نعمت آراستند چه آن نجموی سفیدهایی که در دعا هستند پروردگارا و آن مسافرهایی که در این سفر هستند انشاءالله و در کجایی که باشند در امان خدا باشند همه همین ها را در عمرشون در رزقشون در کسب و کاراش اله خدا خود برکات نمایی و همیشه در خاندان همین گروه ها شادی ها خرسندی ها انشاءالله برقرار شه الله نصیبه بداری و هر کسی که انشاءالله آرزوهایی که دارن خادینی
است و خواه دنیاوی الها به فضل و کرمت برارده خیر بگردانی. جوان پسرهایی که آرزوی خانه داشتن دارن و دخترهایی که آرزوشن شوهر دارن بختی آنها را اله خدا ناکشاده بگردانی. همیشه در این مملکتی ما تینج آسایشتگی خاطر جمی و نشترین جناب عادلم پروردگار خودت عمری دراز رزقی فراختنی سیاد خاطر جمت از بلاهای ارضی و سماوی در پناه خود نگهبان باش و این استقلالیت و این آزادی که برای ما چی در دین و چی در دنیا نعمتی بسیار داد اله تا قیامت پایدار بداری. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتوب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم. در تمام دنیا تینج آرامی آن مملکت هایی که نارام هستند خصوصا در فلسطین پروردگار زیر اشکنجه ای این کافران قرار دارد پروردگار خود زودی غلبه آزادی را برای همون مسلمانان اله خدا نامناسب بگردانی. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا